توبه کرده بود، مدتها توبه کرده بود، ضعیف شده بود، مریض بود، از بازار میگذشت. یک انسان ظالمی با خدم و حشم داخل بازار گشت و گذار میکرد، غلامان داشت و برگار و کشفش داشت، از کنار او میگذشت. یکی از غلامان اون شخص ظالم رسید با مالک دینار و برو زودتر از سر راه پیش رو که فلانی از اینجا تیر میشه. این از پس مریض بود، عاجز بود، یکی از اولیای خدا بود، زودتر نتوانست که تیر شود. اون شخص غلام یا برگارد اون شخص شلاق را محکم بر شانه مالک دینار زد. همین که زد مالک دینار به طرف اون نگاه کرد، گفت قطع الله یدک، الله دست تو را قطع کند. و خدای تبارک و تعالی قسم که مردانی در سر بازار دیدند که دست اون شخص را قطع می‌کند.